سلام. خوشحالیم که با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز می‌خوایم بررسی بکنیم پشت پرده های پنهان غرق شدن نفتکش سانچی و اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی رو برای شما برای اولین بار منتشر بکنیم. فایلی که هولوش 110 صفحه هستش، اطلاعات جالبی که از نفتکش سانچی بیرون اومده و اطلاعات جعبه سیاهی که شاید خیلی از شما اون رو ندونید، امروز برای اولین بار اون رو افشا میکنیم. میدونید که نفتکش سانچی در تاریخ 16 دی ماه 1396 در آبهای چین غرق شد و یه عده اومدن گفتن مثل این اپوزیسیون فیک، گفتن که با اژدر زدتش. حالا در انتهای ویدیو میبینیمش که چه چرت و پرتایی میگه. یه عده میگفتن این حادثه مشکوکه به خاطر فوت رفسنجانی بوده، میخواستن ذهنها رو یه سمت دیگه منحرف بکنن. همه اینها رو شنیدیم، اما میخوایم ببینیم که بالاخره پشت پرده این اتفاق چی بوده. با کشف اطلاعات جعبه سیاه نفتکش سانچی میتونیم به همه این اطلاعات دست پیدا بکنیم. اول از همه این که جعبه سیاه نفتکش سانچی بعد از مدتی غواصان چینی تونستن اون رو پیدا بکنن و در اخبار ایران همین قضیه مطرح شد که جعبه سیاه پیدا شده، اما اطلاعات جعبه سیاه به بیرون درز نکردید. ببینیم این گوینده اخبار چی گفته بود اون موقع. جعبه سیاه نفتکش سانچی و 2 پیکر کشف شده از کشتی پیش از غرق شدن در دریا به شانگهای منتقل شد. عملیات پلمپ جعبه سیاه با حضور نماینده شرکت ملی نفتکش، نماینده پاناما به عنوان صاحب کشتی و نماینده اداره ایمنی دریایی شانگهای انجام شد. قرار است پلمپ جعبه سیاه تا 1 ماه دیگر با حضور مراجع قانونی و نمایندگان طرفین باز و بررسی شود. همچنین پیکر 2 تن از ملوانان این نفتکش که به شانگهای منتقل شدند به علت شدت حادثه و سوختگی در حال حاضر قابل شناسایی نیستند. خب این میگه که به هر حال جعبه سیاه پیدا شده. این خبر رسانه‌ای شد به شدت تو رسانه‌ها، اما اطلاعات جعبه سیاه رسانه‌ای نشد. یک فایلی هستش که حالا ما آماده کردیم، سعی می‌کنم یکی یکی متن‌ها و بندهای این اطلاعات جعبه سیاه رو برای شما بخونم و نتیجه گیری ها و تمام اطلاعاتی که در این ویدیو منتشر میشه و تمام اسنادی که میبینید مورد تایید دستگاه های مربوطه ایران، چین و پاناما بوده. و این فایل پی دی اف هم اصطلاحاً یک فایل محرمانه هستش که به دست ما رسیده و برای اولین بار داریم رسانش میکنیم. گفته که بررسی ایمنی محور سانحه تصادم تانکر سانچی با کشتی کریستال. گفته این بررسی سانحه بر اساس فصل 7 آیین‌نامه بین‌المللی بررسی سوانح دریایی مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی با هدف ارتقای ایمنی انجام میشه. مصوبه حالا اون مصوبه که اتفاق افتاده مبنی بر این هستش که اگر یک حادثه دریایی اتفاق میفته، تمامی عوامل میان جعبه سیاه رو باز میکنن، تمام آمار و احتمالات رو میذارن روی میز و با اطلاعاتی که از جعبه سیاه به دست میارن سعی میکنن که علت حادثه های دریایی رو کشف بکنن و بعد از اینکه علت ها کشف میشه، اگر یک علت جدیدی باشه توی آیین‌نامه های خودشون اون رو اضافه میکنن، توی قوانین خودشون رو اضافه میکنن و اصطلاحاً تجربه کسب میکنن بر اساس این حادثه هایی که اتفاق افتاده. کشورهای ایران، چین، پاناما، هنگ کنگ و بنگلادش مجاز به بررسی سانحه میباشند، چون تمام این کشورها در این حادثه به اصطلاح دخیل بودن. به عنوان مثال ایران به عنوان صاحب اون محمول، چین به خاطر محل حادثه که اتفاق افتاده بوده و پانامایی که کشتی مال اون کشور بوده و پرچمدار بوده. حالا همه اینها رو به مرور تو این فایل تصویری بررسی می‌کنیم. گفته که مسئول بررسی سانحه کمیته بررسی سوانح دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی دریایی از طرف جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور بنگلادش. اعضای گروه بررسی سانحه 12 نفر بودن که این فایل پی دی اف رو دسترسی داشتن که ساعت بررسیش هم 300 نفر ساعت بوده که اومدن بررسی کردن. تعداد روزهایی که بررسی در محل انجام شده 38 روز بوده. همونطور که میدید فایل کاملا محرمانه هستش، به 2 زبان فارسی و انگلیسی این فایل پی دی اف محرمانه اصطلاحاً در انتهای جلسه تموم شده و گفته که گواهینامه منابع اطلاعاتی که داشتن گواهینامه کشتی ها بوده، نقشه های کشتی ها، گرافایی که بوده، جعبه سیاه تانکر سانچی و کشتی کریستال، هشدارهایی که میدادن، گزارش سفر و بارنامه،
گفته مثلا اطلاعاتی که الان داریم برای اینکه بتونیم نتیجه بگیریم که علت حادثه چی بوده، میخواستن ببینن که اصلا اون کشتی ها استانداردهای بین‌المللی رو داشتن یا نه، به اصطلاح خودمون معاینه فنی داشتن یا نه، یا مثلا جعبه سیاه رو بررسی کردن، هشدارهایی که اصطلاحاً حالا ما توی زبان عامیانه مثل فرودگاه است که برج مراقبت داره، کشتی ها هم همچین چیزی رو دارن، هشدارهایی که برج‌های مراقبتشون بهشون دادن، گزارش‌های بارنامه که اصلا اینا چه باری بردن، قاچاق بوده قاچاق نبوده، شیوه نامه‌های بازخوانی جعبه سیاه که چون میدونید که اطلاعات جعبه سیاه رو خوندن یک روش و تکنیک خاص خودش رو داره، تصاویر از گزارشات گروه‌های امدادی، 2 مرحله مصاحبه با خدمه کشتی کریستال. میدونید چون کشتی کریستال غرق نشد، فقط یک آسیب جدی دیده بود. اگر نگاه بکنیم این کشتی کریستاله و این هم کشتی سانچی هستش که اصلا نابود شد و همینجا هم تسلیت میگیم به خانواده اون کسایی که این اتفاق براشون افتاده بود. و گفته که بازدید از کشتی کریستال بوده که بررسی کردن، تصاویر رو میبینید اینجا، تصاویر جعبه های سیاهی که از کشتی اگر اشتباه نکنم کریستال بوده و محل‌های حادثه، تصاویر GPS که وجود داشته بررسی کردن، اطلاعات جعبه سیاه کشتی کریستال بوده که توی این جعبه سیاه نشون میده که ساعت 4:02 6 ژانویه سال 2018 این اتفاق افتاده. ساعتی که اتفاق افتاده رو بررسی کرده بودن توی جعبه سیاه، گراف‌های بین‌المللی که وجود داشته و باز هم به زبان انگلیسی. گفته که 15 دسامبر سال 2017 مطابق با 24 آذر ماه سال 1396، یعنی تقریبا هلوهوش 1 ماه و 10 روز بعدش این اطلاعاتی که به دست آورده بودن نوشتن کشتی فله‌بر CF کریستال از بنادر کالاما آمریکا حرکت میکنه. مقصد کشتی یه بندر دونگاوان چین بوده اگر اشتباه نخونم. حالا دوستان که از چین دارن ویدیو رو میبینن کمک بکنن در کامنت ها. محموله کشتی حدود 64,000 تن دانه سویا بوده. اول گزارش پس میگن که کشتی اولی که حادثه براش اتفاق افتاده یا تصادم کدوم کشتی بوده، که کشتی کریستال بوده. میگن که از امریکا اومده بوده میخواسته بره چین، 64 تن دانه سویا بوده. زمان تخمینی رسیدنش به مقصد 10 ژوئن 2018 معادل با 20 دی ماه بوده، یعنی تقریبا 14 روز. حالا البته اگر 10 ژوئن نه 14 روز نه، شاید بیشتر بوده. توی راه بوده. کلیه بررسی فنی انجام شده و کشتی کاملا دریارو بوده. تمامی دریانوردان دارای گواهینامه دریانوردی کاملا کارت سلامت معتبر داشتن. سال 2011 هم ساخته شده که میبینید که کشتی کریستال که محموله سویا داشته، این تصویر کشتی کریستال هستش. تمام اطلاعات فنی رو بررسی میکنن که اگر کشتی نقص فنی هم داشته باشه توی داوری ها برای پرداخت غرامت ها اینها محسوب میشه که شما مثلا کشتیتون اگر علاوه فنی معاینات فنی رو نداشته باشه، خب طبیعتا ممکنه که GPS خوب عمل نکنه و بزنه به کشتی‌های دیگه و به خاطر همین میومدن بررسی می‌کردن. اما کشتی دوم سانچی بوده که 16 دسامبر 2017 مطابق با 25 آذر ماه از بندر عسلویه ایران حرکت میکنه و محموله کشتی 111,510 تن معدنیات گازی بوده. خب ما ببینید چقدر معدنیات گازی ما میفروشیم به این کشورهای مختلف، پولش هم چی میشه خدا میدونه. معدنیات گازی دارای خصوصیت آتشگیری شدید و تولید گاز سمی به خاطر تبخیر شدن خطر آلودگی دریایی نسبی کم باشه. مقصد کشتی بندر دایسان در کره جنوبی بوده. پس کشتی اول از امریکا میرفته چین، کشتی دوم از ایران میرفته کره جنوبی. زمان تقریبی رسیدن به مقصد 18 دی ماه بوده، یعنی 2 روز زودتر از کشتی کریستال. کلیه بازرسی‌های فنی انجام شده و کشتی کاملا دریارو. ببین ما کشتی‌هایی داریم که توی آب‌های آزاد حرکت میکنن، کشتی‌هایی داریم که توی دریا حرکت میکنن، کشتی‌هایی به خاطر اینکه اینها وزن سنگینی دارن حتی توی پهلو گرفتن در اسکله‌ها، بعضی از این اسکله ها استاندارد نیست برای این کشتی ها. خیلی اصلا لنچ ها نمیتونن توی مثلا اقیانوس های گنده حرکت بکنن به خاطر حجم کوچیکشون، یا اینکه امواج دریا ممکنه حادثه‌ای رو برای کشتی ایجاد بکنن. برای اینکه کلمه دریا رو میاد تعجب نکنید. گفته که تمامی دریانوردان کارت سلامت داشتن و معتبر بوده و کشتی هم مال سال 2008 بوده. اینم
اطلاعات کشتی سانچی و تصاویر کشتی سانچی هستش. اما محل برخورد کشتی فله‌ور کریستال با تانکر سانچی اینجا گذاشته شده، یعنی اینجا فکر میکنم هلوش 300 کیلومتری بندر شانگهای چین بوده و در نزدیکی آبهای چین بوده. پس اگر دقت بکنید این حادثه توی آبهای چین اتفاق نیفتاده و خسارت وارد شده به کشتی فله‌ور کریستال رو میبینید که حالا یک دقیقا حکایت تصادف پراید و بنز داره دیگه. الان این حکم بنزه رو داره، مثلا یه کوچولو مثلا خط افتاده جلوش و خسارت وارد شده به کشتی تانکر سانچی که از این واژه استفاده میکنه کلا دیگه نابود شد دیگه، چون یک جرقه که زده اون معینات شروع کردن آتش گرفتن و تمام خدمه اون کشتی اصطلاحاً زنده به گور شدن. تحلیل مسیر برخورد کشتی فله‌ور کریستال با تانکر سانچی هستش که حالا موقعیت‌های جی پی اسی رو بررسی میکنن که اینها اطلاعات تخصصی هستش. من حالا سعی میکنم که یه ذره اینو زومتر بکنم. موقعیت‌های جی پی اسی رو نشون میده یک ذره کوچیک‌تر، چون کسایی که قطعا با موبایل نگاه بکنن شاید اذیت بشن و نتونن اطلاعات رو ببینن. میدونید که کره زمین کل کره زمین نقطه‌های جی پی اسی دارن، شمال و جنوب، و اینجا نشون میده که اینها بر اساس مقیاس‌های شمال و جنوبی کجا قرار داشتن و هر دو کشتی رو با همدیگه مقایسه کرده که در چه معیاری از همدیگه قرار داشتن و روی یک نقطه بودن هر دو که با همدیگه طبیعتاً برخورد کرد. و گفته که مورخ 6 ژوئن 2018 مطابق با 16 دی ماه 1396 روز سانحه و ساعت 18:45 به وقت محلی چین، فکر میکنم که آره 16 درسته دیگه، آغاز تعویض شیفت نگهبانی روی تانکر سانچی از افسر دوم به افسر سوم با توجه به نزدیک بودن کشتی به مقصد نهایی، لذا ساعت محلی در کشتی تانکر سانچی بر اساس وقت محلی کره جنوبی تنظیم شده است. پس میگه که 18:45 به وقت محلی چین این حادثه اتفاق افتاده، اما توی اطلاعات کشتی بر اساس جعبه سیاه اطلاعات به وقت محلی کره جنوبی ثبت می‌شده و به زبان انگلیسی هم دوباره اطلاعات اومده. ساعت 19 روز سانحه به وقت چین چرا به ساعت‌ها به وقت‌های مختلف هستش؟ چون داورهایی که توی این جلسه بودن و این اطلاعات محرمانه استخراج شده از کشورهای مختلف بودن و ساعت‌ها بعد به وقت محلی‌ها بررسی بشه. گفته افسر دوم تانکر سانچی شیفت مسئول ناوبری کشتی رو به افسر سوم تحویل داد و پل فرماندهی رو ترک میکنه. یکی دیگه از افسرهای دوم تانکر سانچی در اتاق نقشه در حال اصلاحات نقشه ها میباشد، چون نقشه ها رو میخونن، موقعیت ها رو به کشتی میدن اصطلاحاً که کشتی به کدوم سمت حرکت بکنه و اطلاعات رو وارد کشتی میکنه. ساعت 19:24 داره ساعت به ساعت گزارش ها میاد. تمام این اطلاعات از جعبه های سیاه نفتکش ها استخراج شده. گفته که تعدادی کشتی و قایق از سمت چپ در مسیر تقاطع با سانچی هستند. کشتی کریستا برای اولین بار به مسیر 214 درجه و با سرعت 13.2 گره دریایی در فاصله 9.8 مایلی روی صفحه رادار تانکر سانچی مشاهده میشه. نکته که وجود داره این هستش که حالا گفته که بر اساس سرعتش 13.2 گره دریایی استاندارد بین المللی مسافت ها نیست، بیشتر در ناوبری استفاده میشه و هر گره دریایی 1852 متر در ساعت میره، یعنی هر گره دریایی. یعنی امیدوارم که عددها رو درست گفته باشه دیگه، مربوط هستش به زمان فیزیک و ریاضی که اون زمانها خوندیم. سرعت تانکر سانچی 10.4 گره دریایی بوده. رادار تانکر سانچی روی فاصله 6 مایل به صورت غیر مرکزی تنظیم شده است. با این تنظیمات فاصله مشاهده شده است سایر کشتی در جلوی کشتی حدود 10 مایل محاسبه می شود. یعنی دیدید دیگه آینه بغل اتومبیل میگه اون چیزی که از آینه بغل مثلا اتومبیل میبینید به شما نزدیکتر است. اینجا میگه که جوری تنظیم شده که 6 مایل رو به صورت غیر متمرکز 10 مایل محاسبه میکنه. این تنظیماتشون هستش و گفته که اینجا کشتی بر اساس ساعتی که بوده، اطلاعات جعبه سیاهی که داره نشون میده، کشتی سانچی هستش، چون این سرعتی که اینجا ثبت شده کائن
سرعت اسپید نوشته، سرعت کشتی سانچی هستش و گره دریایی با مخفف کائن نوشته میشه و گفته که کشتی کریستال در این موقعیت بوده در جی پی اس و در نقشه و کشتی سانچی و کشتی کریستال در این موقعیت و کشتی های ماهیگیر هم اینجا هستن، همون کشتی هایی که ما گفتیم اصطلاحاً دریارو نیستن چون در نزدیک سواحل حرکت میکنن. گفته ساعت 7:30 روز حادثه به وقت چین افسر سوم تانکر سانچی در حال بررسی چراغ‌های ناوبری سایر کشتی‌های اطرافه. بر اساس محاسبه افسر سوم سانچی تمام کشتی‌های مورد نظر او از پاشنه سانچی عبور خواهند کرد، یعنی از جلوی کشتی میتونن عبور بکنن چون سرعت ها هم اونقدر کم هستش. اصطلاحاً یه چیزایی رو دیگه روی ناوبری انجام میدن ولی خب چشمی هم دقت میکنن که این حادثه اتفاق نیفته و دوباره میبینیم اینجا موقعیتی هستش که کشتی سانچی هستش، اساس چراغ‌هایی که کشتی‌ها روی خودشون دارن این اتفاقات رو میتونن چک بکنن. 1 دقیقه بعدش ملوان دیدبان کشتی کریستال که دارای مدرک افسر دومی هم بوده تانکر سانچی رو در 7 مایلی سمت چپ کریستال رویت میکنه. مدارک اونها رو هم توی اطلاعات محرمانه فایل PDF آورده بودن که میدونید تمام اینها توی داوری ها تاثیرگذار هستش و تمام این اطلاعات بعدها توی تصمیم گیری هاشون مؤثر بوده. حالا میرسیم به صفحات آخر. گفته که دیدبان میگوید من دوباره موقعیت آن کشتی را بررسی کردم و متوجه شدم که زاویه آن با کشتی ما تغییری نکرده، لذا من هم دیگر توجه خاصی به آن نکردم. میگفتن خب اون مستقیم میره ما هم مستقیم میریم و هم برخوردی نمی‌کنیم دیگه، تغییری صورت نمیگیره. 1 دقیقه بعدش یعنی در ساعت 19:32 افسر سوم تانکر سانچی مجددا موقعیت کشتی‌های اطراف رو بررسی میکنه. زاویه تقاطع تمام کشتی‌های مورد توجه منفی میباشد. افسر سوم در خصوص 3 کشتی صحبت میکنه. اینها رو از کجا میفهمن که این اطلاعات رو بررسی میکنن؟ تمامی کنترل ها باید ثبت بشه در دستگاه. تمامی اطلاعات چون ثبت میشه چون مکالماتشون هم ممکنه اتفاق بیفته، اطلاعات مکالماتشون در کابین ها ضبط میشه و همه این اتفاقات در جعبه سیاه ثبت میشه. گفته که زاویه تقاطع تمام کشتی ها مورد توجه منفی بود. افسر سوم 3 کشتی رو بررسی میکنه و در این لحظه کشتی کریستال در زاویه 22 درجه و فاصله 6.8 مایلی بوده. افسر اول کشتی کریستال علائم موقعیت خودکار AIS 2 کشتی به عبور از فاصله موقعیت‌های جی پی اسشون رو روی رادار دریافت میکنه. افسر اول کشتی کریستال تایید میکنه که کشتی سانچی از موقعیت 09 مایلی سینه کریستال عبور میکرده است. یعنی چی؟ یعنی ببین اگر این موقعیت ها بوده، این هم کشتی سانچی بوده، این که داشته حرکت میکرده و این کشتی کریستال هم میخواسته حرکت بکنه، کشتی کریستال تایید کرده که این راحت از جلوش رد میشه و این از پشتش میاد میره و این نقاطی هستن که CIA بهشون میگن، نقاطی که نقاط GPS کشتی ها هستن. خیلی چیز پیچیده فکر نمی‌کنم باشه، دارم توضیح میدم به دوستان که اصلا حادثه چجور اتفاق افتاد. 1 دقیقه بعدش گفته افسر اول کشتی کریستال به منظور تنظیم مسیر اصلی هدایت کشتی مسیر رو از 217 درجه به 225 درجه تغییر میده. یکم اینجوری اصطلاحاً به اصطلاح خودمون اینطوری میپیچه، میاد اینجوری حالت قوس میپیچه اینا. افسر اول کشتی کریستال میگه که کشتی مقداری به سمت چپ مسیر اصلی منحرف شده بود، لذا تصمیم میگیریم با تغییر زاویه حرکت کشتی رو به مسیر اصلی برگردونیم. ممکنه مثلا طوفان باشه، امواج دریا باشه و حالا هر دلیل دیگه داشته باشه که کشتی منحرف بشه از مسیر خودش، چون میدونید که 1 مایل هم 1 مایل هستش در مسیرهای ردیابی‌های جی پی اسی و اگر شما مثلا توی آسمان هم دقت بکنید، توی آسمان دیدید 2 تا هواپیما رد میشن، بعد شما فکر میکنید که به هم دیگه میخورن، بعد در صورتی که اینها مثلا با ارتفاع هزار پا از هم دیگه دارن حرکت میکنن. پس این حجم، چون یه چیز دیگه هم که وجود داره، همون جوری که
جاده های زمینی راه دارن و شما در مثلا اتوبان ها در مسیرهای خودتون حرکت میکنید، مسیرهای هوایی هم راه دارن و تو مسیر خودشون حرکت میکنن. اینجوری عشقی نیست که یه بار از سمت راست برن یه بار از سمت چپ. دقیقاً توی اون مسیرهای جی پی اسی که مثلا میذارن رو پایلوت بعد حرکت بکنن. کشتی هم همینطوری هستش، یعنی این کشتی وقتی این مسیر رو داره میاد همیشه این مسیر رو میاد، نمیتونه اینجوری بیاد اینجوری بره برای خوش. عشقی نیست، یعنی باید توی اون مسیری که رادار بهش گفته حالا با یک تولرانس چند متری حرکت بکنه. و گفته که ساعت 19:35 ملوان دیدبان تانکر سانچی میگوید که او چراغ‌های سبز و قرمز یک کشتی دیگر رو در زاویه 13 درجه رؤیت کرده. مسیر کشتی کریستال 218 درجه میباشد. و میریم جلوتر. گفته که کشتی‌های ماهیگیری توسط بیسیم تانکر سانچی را صدا میزنند و با لهجه و زبان بسیار نامفهومی درخواست میکنند که از سمت چپ همدیگر عبور نمایند. یعنی انقدر اینها نزدیک به هم شده بودن و داشتن میرفتن که کشتی‌های ماهیگیری که اینها کشتی‌های ماهیگیری هستند و این دوتا لاین کشتی‌هایی هستن که توی مسیر اومدن اصطلاحاً، میگن که یکیشون از راست بره یکیشون از چپ بره. در این لحظه علامت کشتی ماهیگیری و کشتی کریستال روی رادار تانکر سانچی به رنگ قرمز آلارم تصادف را نشان میدهد. صدای آلارم خاموش میشود و ببینید این کشتی‌های قرمز آلارم هاشون رو میدن به کشتی سانچی که تصادف اتفاق افتاده. افسر سوم سانچی 4 دقیقه بعدش به دیدبان میگه که این تماس‌ها را هیچ وقت پاسخ ندهید، چرا که اگر پاسخ دهید او خودش مجبور خواهد شد اقدام لازم را به عمل آورد. لیکن اگر پاسخ دهید او فکر میکرد که برای شکل مانور به شما به توافق رسیده است و اون مانور را توضیح خواهد داد و در حالی که شما به علت نوع زبان متوجه منظورش نشدید او مطابق با خواسته خود مانور مشترک را شروع میکند. ولی اگر پاسخ او را ندهید آنگاه مجبور خواهد شد که یک مانور، دیدید مثلا 2 تا آدم دارن روبرو هم میان، بعد شما میرید راست اونم میره راست، شما میرید چپ اونم میره چپ. این میگفته که شما ساکت باشی، کشتی کریستالی که داره از روبرو میاد مثلا شما دارید از اینجا میرید، کشتی داره از اینجا میاد، میگه که خب اگه شما پاسخ ندید یه ذره میره اینور، شما قشنگ میری اینور میری، ولی اگه شما بری اینور اونم ممکنه بیاد اینور و متوجه منظور شما نشه. حرفش این بوده. و گفته که ساعت 19:40 و 41 دقیقه روز ثانیه به وقت چین افسر سوم سانچی به دیدبان دستور میدهد که با نورافکن ALDIS به سمت شناور ماهیگیری علامت خطر قرمز 5 فلاش کوتاه را اعلام کنند. حالا این چراغا چی هسته؟ شاید براتون جالب باشه. حالا من یه نمونهش بهتون نشون میدم. اینا چراغایی که حالا تو اینترنت هم بزنید میاد. بالای کشتی‌ها هستش که چراغایی هستش که استفاده میشه و باهاشون اشاره میدن. شاید توی خیلی از این کشتی‌ها این چراغ‌ها رو دیدید و از این چراغ‌ها استفاده میشه که حالا ما بریم جلوتر بهشون میگن که چراغ‌های حالا به قول آلمانی‌ها میگن آلدیس، خب شبیه فروشگاهی آلدی آلمانی هم هست، که 5 تا چراغ بزنه و ساعت 19:41 دقیقه علامت نوری داده میشه و کشتی ماهیگیری با تغییر مسیر به سمت چپ از سمت راست سانچی برای عبور از پاشنه سانچی ادامه مسیر میده. کشتی کریستال هنوز با مسیر جدید 225 درجه به سمت سانچی حرکت میکنه. یعنی این کشتی سانچی هستش و کشتی کریستال که داره میاد، ولی خب هر دو توی مسیر خودشون حرکت میکنن. ماهی‌ها هم از سمت چپ کشتی، میبینین این کشتی‌های ماهیگیری هستن، حرکت میکنن، ولی کشتی کریستال هیچ تغییر موضعی نمیده، همونجور تو مسیر خودش میره. 19:42 دقیقه ثابت شدن مسیر کشتی کریستال روی 225 درجه ثابت میمونه. فاصله سانچی و کریستال 3.1 مایل میشه. افسر اول کریستال میگه بعد از تغییر مسیر کریستال فاصله عبور سانچی 4 مایله. افسر اول کریستال میگه من اکو سانچی رو روی رادار نمیدم ولی اطلاعات موقعیت اتوماتیک رو دریافت میکنم. افسر سوم سانچی میگه که اگر من اقدامی نمایم وضعیت بدتر خواهد شد. آنها کشتی کوچکتری هستن و باید اقدامی نمایند. یعنی دارن نزدیک میشن به هم. میگه اون که کشتی کوچکتریه اون بعد حرکتی انجام بده، نه ما. افسر سوم کریستال سوال میشود اگر بعد از تغییر مسیر کشتی و با مشاهده رادار آیا متوجه
خطر تصادف با کشتی‌های دیگر نشدید. این اطلاعاتی هستش که از افسر سوم میپرسن. افسر سوم پاسخ میده که من اکو رادار را ندیدم و فقط علائم موقعیت‌های کشتی اطراف را دریافت میکردم و فکر کردم این علائم مربوط به کشتی‌های ماهیگیری کوچکه. دور هم دیگه. و ساعت 19:45 افسر سوم سانچی مجددا وضعیت کشتی رو بررسی میکنه، کشتی کریستال رو. کشتی کریستال از فاصله 2 مایلی و همجوری داشته نزدیک میشده دیگه. افسر سوم سانچی به دیدبان دستور میده که دوباره با نورافکن علامت نوری 5 فلش رو به کریستال بده. افسر سوم سانچی باید کاری بکنیم، ولی چه کاری میتوانم بکنم که سمت راست من که اشغال از 5 فلش به سمت او زدید، که گفته که ما باید کاری بکنیم که سمت راستشون البته پر بوده. افسر سوم میگه که حالا دوباره میخونم که کم بد خونم، میگه که باید کاری بکنم، ولی چه کار میتوانم بکنم؟ سمت راست من که اشغال از 5 فلش هم به سمت او زدیم. کریستال در مسیر 226 درجه در حرکت. تعویض شیفت افسران پل فرماندهی کریستال آغاز میشه. باز هم همچنان توی اون مسیر جی پی اسی خودشون هستن. اطلاعات کشتی سانچی 1 درجه سرعتشو کمتر کرده و داره حرکت میکنه. 1 دقیقه بعد از اینکه افسران کشتی کریستال شیفتشون عوض میکنن، افسر سوم کشتی کریستال مسئول ناوبری کشتی میشه. افسر اول کریستال به افسر سوم میگوید که ترافیک زیادی نداریم. تحویل و تحول مسئول ناوبری فقط در 2 دقیقه صورت میگرد و افسر اول کریستال اطلاعات کافی رو به افسر سوم نمیداد. یعنی نمیگه که اون 5 فلش اتفاق افتاده و اون حادثه اتفاق افتاده. ملوان دیدبان سانچی خطر تصادف با کریستال را در فاصله 1.6 مایلی تشخیص میدهد. کشتی ماهیگیری از پاشنه سانچی عبور میکنه، یعنی از جلوی کشتی اصطلاحاً یا پشت کشتی حرکت میکنه. علائم معمولا جلوی کشتی که هیچ کس حرکت نمیکنه، معمولا اگه میخواد کسی از کسی عبور بکنه از پشت کشتی حرکت میکنه، که اصطلاحاً میگم مثل پاشنه کفش که پشت کفش. علائم نوری 5 فلش به سمت کریستال زده میشود. ملوان میپرسد کشتی سی عبور کرد، کمی به سمت راست. افسر سوم میگوید به سمت راست چرا؟ دیدبان میگوید فاصله عبور بین 2 کشتی 0 است. یعنی وقتی 0 باشه یعنی به هر دو این 2 کشتی ممکنه به هم دیگه برخورد بکنن. بعد افسر اول سانچی میپرسد آن کشتی کوچک است درسته؟ ملوان دیدبان میگوید خیر، آن یک کشتی بزرگ است. افسر سوم سانچی میگه پس چرا دارد اینگونه اقدام میکنند؟ یعنی حالا یا مثلا ناشیانه اقدام میکنه یا خیلی به موقع اقداماتش رو انجام نمیده که بتونه سریع مانور بده. تا این لحظه افسر سوم و دیدبان کریستال که تازه مسئولیت ناوبری رو به عهده گرفتن هنوز متوجه خطر تصادف با سانچی نشدن. ساعت 19:48 روز ثانیه به وقت چین افسر سوم سانچی به اتاق کاپیتان تماس میگیرد. سلام کاپیتان، کشتی از سمت راست با فاصله عبور 0 داریم. 0 یعنی تصادف. فاصله خیلی کم است، خیلی کم است. آن یک کشتی خیلی بزرگ است. افسر سوم دیدبان کریستال هنوز هم متوجه خطر تصادف با کشتی کریستال نشده. ببینید دارن نزدیک میشن اینجا با هم. افسر سوم سانچی میگه چرا آن کشتی هیچ کاری نمی کند؟ افسر سوم برو به چپ، سکان تمام به سمت چپ، سکان تمام به راست، تمام به راست. حالا معلوم نیست این اصطلاحاتشون چجوری است. کاپیتان در کمتر از 30 ثانیه به پل فرماندهی وارد می شود. کاپیتان سانچی 19:50 میگه داری برخورد میکنیم، سکان تمام به چپ، یعنی اون فرمونشون میگه کاملا به چپ و راست، و کریستال هم سکان تمام به راست رو انجام میده، یعنی یکیشون به چپ یکیشون به راست. اینجا نگاه کنید داره یه سری اتفاقات میفته و حالا یکی از اینا کشتی ماهیگیری بود. حالا چجور ما اینجا تشخیص دادیم که این کشتی کریستال نبوده خود جالبه. و تصادف در ساعت 19:50 رخ میدهد. کاپیتان سانچی دستور میدهد سیستم اعلان اضطرار را فعال کنند. تا اینجا سانچی بس اتفاق افتاده بوده میگه اضطرار. 19:51 ارتشه کشتی سانچی بلافاصله بعد از تصادف منفجر و آتش میگیرد. کاپیتان دستور میدهد که پمپ‌های حریق را روشن کنند. هیچ کاریش نمیشه کرد. سینه کشتی کریستال آتیش میگیره و کاپیتان کشتی کریستال با پل فرماندهی آماده و موتور کشتی را
تمام به عقب برمیگردونه که اینجا میبینید که کشتی کاملا آتیش گرفته و یه سری اتفاقات افتاد. 1952 دقیقه 2 دقیقه بعد از اون تصادف انفجار پی در پی توسط حریق پل فرماندهی و ساختمان کشتی حتی دریا رو هم در اطراف سانچی در بر میگیره. گاز سمی ناشی از اشتعال معدنیات گازی اطراف کشتی رو هم در بر میگیره، یعنی کل دور تا دور کشتی اصطلاحاً یک توری از این گازهای سمی بوده. 3 دقیقه بعد از حادثه آتش روی تانکر سانچی در حال توسعه است. موتور و ژنراتورهای اصلی سانچی از کار میفته. سیستم هشدار GMDSS از کار میفته. ژنراتور اضطراری برای 1 دقیقه روشن میشه و سپس کار میفته و اینجا دیگه اطلاعاتی هستش که آنالیز شده. خساراتی که بر کشتی کریستال اومده این اتفاقات بوده و سوختگی کامل سمت چپ کشتی فله‌بر کریستال رو میبینید که اصطلاحاً کباب شده این بغلش با اون دودهایی که هست و سوختگی قایق نجات سمت چپ کشتی فله‌بر کریستال هستش که کامل سوخته و سوختگی تا انبار سوم و خسارات دماغه کشتی فله‌بر رو میبینید، یعنی اصطلاحاً میگیم مالونده و له کرده. قایق نجات مثلا نجات سقوط کشتی فله‌بر کریستال رو میبینید که مثلا کنده شده و نجات خدمه کشتی کریستال هستش که با ناشیگری یا اتفاقاتی که افتاده بوده برگشتن 3 نفر به کشتی کریستال در حال حرکت به عقب و اطفاء حریق کشتی فله‌بر کریستال توسط گروه‌های نجات انجام شده بوده، گروه‌های کشتی‌های نجات و دود و گازهای سمی ناشی از حریق محموله سانچی هم باعث شده که خیلی نتونن نزدیک بشن و امداد دریایی و هوایی برای حریق تانکر سانچی انجام شده بوده و انفجارهای مکرری که اینجا می‌بینید صحنه‌های انفجار هست و خدمه کشتی که اتفاق افتاده، عکس‌های هوایی که از اون حریق بیرون اومده و تانکر سانچی کاملا در آتش سوخته. اما چیزی که مشخص هستش جلوی هواپیما منفجر شده، اما انتهایی که خدمه در اون قرار دارن حالا خیلی فاصله داره، اما داستان از این قرار هستش گازهای سمی ممکنه باعث کشته شدن خدمه شده باشه. سرعت آتش به تمامی انبارها و توسعه حریق سانچی بوده و میبینید تصاویر مختلفی که هست. حضور 4 نفر امدادگر بر روی تانکر سانچی که بعد از اینکه آتیش رو تونستن مهار بکنن این اتفاق افتاده. عدم امکان حضور تکافرهای امدادگر، خب به هر حال آتیش شدتش خیلی زیاد بوده که نمیتونستن نزدیک بشن و اما تحلیل هایی که از این اطلاعات بیرون اومد گفته که هر دو کشتی توانستن مطابق با قانون 5 کنوانسیون جلوگیری از تصادف البته تصادم در دریاها با موضوع الزام دیدبانی کامل از طریق دیدن و شنیدن و تمامی ابزارهای در اختیار نسبت به خطر تصادف آگاهی لازم رو به دست بیارن. هر دو کشتی نتوانستن مطابق با قانون 7 جلوگیری از تصادم در دریا ارزیابی صحیح را از خطر تصادم داشته باشند. 3. آنچه که کشورها در خصوص علت اصلی سانحه به توافق نرسیدن، لذا نظریه کشورها به صورت مجزا اعلام میشه. علت اصلی سانحه نظر چین و هنگ کنگ گفته که این سانحه در آبهای آزاد در شرایط دید مطلوب حدود 10 مایل بین تانکر سانچی و کشتی کریستال در حال حرکت رخ داده. مطابق با قانون 15 کنوانسیون، خب به هر حال کشورهای مختلفی اونجا بودن، حالا هر کشوری هم خب به هر حال قاضی خودش رو داره، به خاطر همین چون نظریه ها یکی نبوده بررسی های هر کشور رو جدا جدا اومدن مطرح کردن. گفته که مطابق با قانون 15 کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا این دو کشتی در مسیر تقاطع قرار دارن و تانکر سانچی به عنوان کشتی راه دهنده باید از مسیر کشتی کریستال خارج می شده و کشتی کریستال به عنوان کشتی راه گیرنده می باید سرعت و مسیر خود را حفظ می کرده و تانکر سانچی مطابق با قانون 15 اقدام نکرده و اینجا تانکر سانچی رو چین و هنگ کنگ مقصر دونستن. اما دلیل فرعیشون هم چی بوده؟ گفته که افسر سوم سانچی انتظار داشته که کشتی کوچک از مسیر کشتی سانچی خارج شود حتی اگر حق تقدم با آن باشه. گفته که افسر سوم سانچی چون کوچکتر بوده بعد میگفته اون بره.
با اینکه قبل از صانع دیدبان خطر تصادف را به افسر سوم یادآوری می‌کند، لیکن ایشان اقدامات مناسب برای جلوگیری از تصادف را به عمل نیاورد. افسر سوم سانچی وقت زیادی رو در اتاق نقشه گذرانده، لذا دیدبانی خوبی نداشته. افسر سوم در پل فرماندهی در خصوص موضوعات متفرقه هم صحبت می‌کرده، مثلا قیمت یورو، دلار و ارز، حالا شاید اینا هم بوده. تفاوت 20 تا 25 درجه مسیر و 2 الی 3 گره دریایی در سرعت اعلام شده در سیگنال های موقعیت اتوماتیک سانچی رویت شده. یعنی گفته که 2 تا 3 گره دریایی، حالا سرعتایی رو که اعلام میکنن و گزارش میدادن بیشتر بوده تا سرعت میده. اما علت اصلی صانع نظریه ایران، پاناما و بنگلادش به عنوان قسمت‌های دیگه‌ای از حادثه گفتن که تغییر مسیر کشتی سی کریستال به سمت راست که در 15 دقیقه قبل از صانع آغاز شده بود باعث ایجاد موقعیت خطر تصادف شده و اگر این تغییر مسیر صورت نمی گرفت تصادفی رخ نمیداد. گفته که اون تغییر مسیر انجام داده. دلایل فرعی صانع هم که نظر ایران و پاناما و بنگلادش اینه: افسران و دیدبان‌های کشتی کریستال تا زمان تصادف متوجه وجود و خطر تصادف با کشتی تانکر سانچی نشده بودند. هر دو کشتی متوجه تغییرات شرایط ناوبری همدیگه هم نشده بودند. بر روی کشتی کریستال سیستم موقعیت خودکار AIS که یک ابزار کمک ناوبری است به عنوان ابزار اصلی جلوگیری از تصادف استفاده شده بود. افسر ناوبر و دیدبان کریستال متوجه هشدارهای نوری کشتی سانچی یا همون ALDIS نشده بودند. تحویل و تحول مسئولان ناوبری در کشتی کریستال به نحو صحیح انجام نشده. عدم استفاده صحیح از اطلاعات AIS باعث شده که افسران کریستال نتوانند اطلاعات کافی را از اطراف کشتی به دست بیارند که این اطلاعاتی بوده که تمامی اعضایی که توی این جلسه بودن و شروع کرده بودن اطلاعات رو بررسی کردن هم امضا کردن و فرستادن و این اطلاعاتی بوده که به دست اومده و ارسال شده بوده و ما هم حالا سعی کنیم یکی اینها رو تحلیل بکنیم. اما یه سری اپوزیسیون های فیک و آدم هایی که ما بهشون میگیم موج سوارن و از حادثه ها برای خودشون موج میسازن امثال این آدمن. ببینید در تاریخ مثلا 15 ژانویه، یعنی بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاده بوده یه 10 روز بعدش، هنوز جعبه سیاه پیدا نشده بوده، هنوز این اتفاق نیفته. ببینید چه نظرات کارشناسی میده. بفرمایید ببینیم چی میگه. اومده به کجا رسیده؟ رسیده به آبهای ساحلی چین. راجع به کشتی سانچی میگه. بار اخطار دریافت میکنه از طرف ارتش چین که معرفی کن خودت رو. ببین اصلا جوری اطلاعاتو تحلیل میکنه انگار جعبه‌سیاه الان دادم بهش تحلیل کرده. جعبه‌سیاه اصلا این چیزایی که این داره میگه، من اصلا همین دیسلایک بکنم انقدر چرت و پرت میگه. اصلا اطلاعاتی که داره میده اطلاعاتی هستش که معلومه از کجا در آورده. میگه افسران چینی به کشتی سانچی هشدار دادن تو آبای ما چیکار میکنی؟ بعد اونم جوابی نداده. لحنش هم داشته باشید. هستی ای کشتی که با پرچم پاناما داری حرکت میکنی، کی هستی؟ و اینها باز هم پاسخ نمیدن. یعنی از نقل و قول یارو حرف میزنه انگار خودش اونجا بوده. اطلاعات جعبه‌سیاه اصلا اینا رو نمیگه. خب و سعی میکنن فقط فرار بکنن از اون منطقه دریای چین و از طرف نیروی دریایی چین به این کشتی اژدر شلیک میشه. به پندگاله رو فاضلاب میگه اژدر شلیک میشه. حالا من از امن اطلاعات جعبه‌سیاه سانچی رو به شما نشون دادم. حتی یه جاش ما یه تحلیل اشتباه کردیم روی نقشه جی پی اسی که مسیر کشتی رو گفتیم و قشنگ ریز به ریز تحلیل کردیم براتون که چه اتفاقی افتاد و چی شد و شما ببینید یه سری آدم ها بدون سند و مدرک میان چرت و پرت میگن اژدر شلیک شد، چنین شد، چنان شد. آره اینجا من اصطلاحاً این کشتی رو گفتم ماهیگیری و اشتباه من این بودش که این کشتی کریستال بوده. عذرخواهی میکنم ازتون. و داستان از این قرار هستش که اینها میان یه سری اطلاعات چرت و پرت به مردم هم میدن. مردم ما هم چون مشتاق شنیدن خبرهای داغ هستن بدون تحقیق نمیدونن آقا خب تو این اطلاعاتو مثلا درآوردی، از کجا درآوردی، کی به تو این اطلاعاتو داد؟ بعد این آدم میشه لیدر مثلا یه عده از این
اپوزیسیون ها. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتونم به اشتراک بذارید. ممنونم.